فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده در رابطه با خون گرفتن یا به خاطر آزمایش در حالت روزه پرسیدن که چه حکمی داره؟ آیا کسی که بخواد بره سازمان انتقال خون و خون بگیره برای آزمایش روزش باطل میشه یا نه؟ دو مسئله با هم دیگه متفاوتند که سازمان انتقال خون یعنی برای خون دادن بره، این که مثلا بره که مرکز بهداشتی درمانی برای که انجام یک آزمایش. برای خون گرفتن برای آزمایش که به اندازه یک سرنگ خون میگیرن، از دیدگاه تمام علما به اتفاق هیچ گونه اشکالی در روزه ایجاد نمیشه. یک سرنگ بر هر چی باشه، یعنی چیزی که به خاطر آزمایش میگیرن، یک سرنگ باشه بیشتر باشه، چیزی که برای تحلیل و آزمایش است، هیچ گونه اشکالی در روزه به وجود نمیاد و روزشون درسته.